کتاب زندگی تاب‌آورانه. فصل 10، ایجاد فرهنگ ارتباط. در آوریل 2006 در ضیافت شامی حضور داشتم که یک سازمان حقوق زنان به افتخار 4 زنی ترتیب داده بود که جایزه صلح نوبل را برده بودند. شیرین عبادی از ایران سال 2004، ریگوبرتو منچوتا از گواتمالا سال 1992، بتی ویلیامز از ایرلند در سال 1974 و جودی ویلیامز از آمریکا سال 1997. در پایان مراسم خانم ماویس لنو، فعال حقوق زنان، برای نطق پایانی پشت تریبون رفت. او شنوندگان مشتاق را نگریست و گفت: همه ما می توانیم تغییری ایجاد کنیم. من در انتظار جملات بعدی نفسی عمیق کشیدم. او ادامه داد: چطور می توان در 1-2 جمله به مردم گفت که می توانند دنیا را تغییر دهند و شعار نداد؟ چگونه می توان بدون ایجاد ترس از مسئولیت یا بیان کلیشه‌های تکراری مردم را متقاعد کرد که به راستی می توانند تغییر ایجاد کنند؟ برای اغلب ما صلح جهانی از مسائل مهم زندگیمان نیست و ما متقاعد نشده ایم که ابزار لازم را برای تغییر جهان در اختیار داریم. در واقع گاهی همه انرژی ما صرف اموری چون پرخالی کردن ماشین ظرفشویی می شود. اقرار می کنم که در آن شب خاص تحت تأثیر قرار گرفتم. خانم ماویس لنو کارش را خوب انجام داد. او چشم در چشم تماشاگران دوخت و خیلی ساده گفت: اگر می‌خواهید تغییر ایجاد کنید، دفعه بعد که دیدید انسانی به دیگری ظلم می‌کند، آن ظلم را به خود بگیرید، چون در حقیقت مسئله شخص شماست. این الهام بخشترین فراخوان تغییری بود که تاکنون شنیدم. به واقع همه ما می‌دانیم چگونه چیزی را به خود بگیریم. در حقیقت به خود گرفتن ظلمی که بر کسی می رود با فطرت یا سرشت انسانی ما سازگار است. اگر درگیر نشدن را انتخاب کنیم یا تظاهر کنیم که اتفاقی نیفتاده است، به حس ارتباطی که از ما انسان می سازد پشت کرده ایم. اگر می خواهیم فرهنگ شرم محورمان را به فرهنگ ارتباط تبدیل کنیم، لازم است هرچه را می‌بینیم، می‌شنویم، به وجودش شهادت می‌دهیم و انجام می‌دهیم مسئله خود بدانیم. باید بدانیم که شرم‌زدایی ظلم است. وقتی فرزندان ما برنامه‌های تلویزیونی را تماشا می‌کنند که در آنها برای سرگرم کردن بینندگان از شرم و تحقیر استفاده می‌شود، تلویزیون را خاموش کنیم و دلیل کار خود را برای بچه‌ها توضیح دهیم. وقتی کسی از کلیشه‌های تحقیرآمیز و آسیب زننده استفاده می‌کند، شجاعت بورزیم و بگوییم از چه رو آن گفتگو احساس خوبی در ما ایجاد نمی‌کند. و وقتی کسی تجربه شرم خود را با ما در میان می‌گذارد، همدردی کردن را انتخاب کنیم. حرفهایش را بشنویم و با احساسش ارتباط برقرار کنیم. آنچه مسلم است، تاب‌آوری می‌تواند با ما آغاز شود، ولی نمی‌تواند به ما محدود شود. باید بفهمیم مردان چرا و چگونه دچار شرم می‌شوند و چطور می‌توانند آنها تاب‌آور شوند. باید بدانیم چگونه می‌توانیم از شرکای زندگی، پسران، پدران، برادران، دوستان و همکارانمان حمایت و با آنها ارتباط برقرار کنیم. همچنین باید درباره بچه‌ها و شرم بیشتر بدانیم.
زیرا در مورد اغلب ما جدال‌های شرم حاصل تجربه‌هایی است که با والدین و معلمان خود داشته‌ایم. در واقع 80% کسانی که با آنها مصاحبه کردم توانستند رویداد شرمزای مشخصی را در دبستان یا دبیرستان به یاد آورند که احساسشان را نسبت به خود در مقام فردی یادگیرنده تغییر داده است. در 2 قسمت بعدی از تحقیق جدیدم درباره مردان و شرم و از مطالعه‌ای که درباره شرم در فرزندپروری و آموزش داشتم شمه‌ای را ارائه می‌کنم. اگرچه این 2 تحقیق هنوز به آخر نرسیدند، اما آنچه تا بدانجا از آنها آموختم حاکی از آن است که چقدر همه ما به شکلی جدایی ناپذیر با هم مرتبط هستیم. توصیف شرم در مردان. در طول سالیان با مردان بسیاری، برخی غریبه و برخی دوست و همکار، نوشتاری یا شفاهی حرف زدم. تقریباً همه آنها چنین چیزی گفتند: نظریه تو در مورد ما هم صدق می کند، اما تجربه های ما، دنیای ما و انتظاراتی که از ما وجود دارد متفاوت است. در مقام محقق با این پرسش بزرگ روبرو بودم: آیا نظریه شرم‌تاب‌آوری در مورد مردان هم صادق است؟ اگر با مردان درباره تجربه‌های شرم و راهکارهای گوناگون مبارزه با آن مصاحبه کنم، به این نتیجه میرسم که آنها مانند زنان در رویارویی با شرم دچار احساس ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی میشوند. آیا آنها هم برای رهایی از احساس شرم خود از همان مؤلفه‌های شرم‌تاب‌آوری استفاده می‌کنند؟ یا چون انتظاراتی که زنان و مردان را دچار شرم می‌کند به شدت وابسته به جنسیت است، باید نظریه‌ای کاملا جدید و ویژه مردان تدوین کنم. نتیجه‌ای که گرفتم این است: وقتی دچار شرم می‌شویم، ما با تمام وجود به آن واکنش نشان می‌دهیم. شرم بر احساس، طرز تفکر و عمل ما تأثیر می‌گذارد و ما در بیشتر مواقع در مقابل آن واکنش شدید جسمی نشان می‌دهیم. به بیان دیگر، شرم احساسی مرکزی و اصلی است که از درون به ما حمله می‌کند و همه اجزای وجود ما در تابش پرتوهای آن قرار می‌گیرد. مردان و زنان به رغم تفاوت‌های بسیار مشخصی که دارند، در گوهر خود یکی هستند. همانطور که توضیح دادیم، ما برای ارتباط ساخته شده ایم. همه ما، زن و مرد، مانند هم به احساس پذیرفته شدن و باور به اینکه متعلق و ارزشمند هستیم نیاز اساسی داریم. تعریف به دست آمده از مصاحبه با زنان در مورد مردان نیز صدق می کند. مردان هم درست مانند زنان شرم را به صورت احساسی شدیداً دردآور تجربه می کنند یا دچار این باور می شوند که عیب دارند و در نتیجه ارزش پذیرفته شدن و متعلق بودن را ندارند. شرم مردان را دچار احساس مرعوب کننده ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی می کند. آنچه مسلم است، تجربه های شرم و استراتژی های آنها برای ایجاد شرم‌تاب‌آوری باز هم در ذات خود همان فرایند پایه است که زنان طی می کنند، اما وقتی
از انتظارات اجتماعی گروهی شرم برانگیز و پیام‌های تقویت کننده آنها صحبت به میان می آید، میان زنان و مردان تفاوت‌های بزرگی دیده می شود. برای مردان انتظارات و پیام‌ها حول محور مردانگی و معنای مرد بودن شکل می گیرد. به عبارت دیگر ممکن است نحوه تجربه شرم برای هر دو جنس یکی باشد، اما چرایی تجربه شرم برای آنها بسیار فرق می کند. در مورد مردان انتظارات روشن و ساده اند. اجازه نده مردم چیزی در تو ببینند که می تواند ضعف به حساب آید. به این پرسش و پاسخ‌ها در ارتباط با مردان توجه کنید. مردان چه کسی باید باشند؟ تا وقتی ضعیف به نظر نرسند، هر کسی که می‌خواهند می‌توانند باشند. مردان چه نقشی باید بپذیرند؟ تا وقتی ضعیف به نظر نرسند، هر نقشی را که دلشان بخواهد می‌توانند بپذیرند. مردان باید چگونه رفتار کنند؟ تا وقتی ضعیف به نظر نرسند، هر طور که دلشان بخواهد می توانند رفتار کنند. برای درک بهتر چیزهایی که ضعف به حساب می آیند، توجه شما را به تعاریف برخی از مردان مصاحبه شونده از شرم جلب می کنیم. شرم یعنی شکست در کار، در زمین فوتبال، در ازدواج، در رخت خواب، در پول درآوردن و در ارتباط با فرزند. اینکه کجا شکست خورده باشی مهم نیست. شکست هر جا که باشی شرم است. شرم اشتباه بودن است. اشتباه انجام دادن را نمیگویم، فقط اشتباه بودن. شرم حس عیب داشتن است. شرم وقتی اتفاق میافتد که مردم فکر کنند تو ملایمی. هر چیزی غیر از سرسخت و محکم به نظر آمدن تحقیر کننده و شرم‌آور است. هر ضعفی از خود نشان دهی شرم‌آور است. اساساً شرم یعنی ضعف. نشان دادن ترس شرم‌آور است. نمی‌توانی ترست را نشان دهی. حق نداری بترسی. مهم نیست از چه چیزی. شرم یعنی بشود تو را چسباند به در کمد. از هیچ چیز به اندازه سرزنش شدن یا مورد تمسخر واقع شدن نمی ترسیم. هر دو به شدت شرم آورند. به طور کلی مردان در فشار زیادی هستند که سرسخت، پرصلابت، پرطاقت، قدرتمند، موفق، نترس، کنترل کننده و توانا به نظر برسند. اینها انتظارات اجتماعی گروهی هستند که هویت‌های ارزشمند مردان را شکل می‌دهند. در حالی که زنان وظیفه ناممکن برقراری توازن میان انتظارات دست نیافتنی و اغلب چالش برانگیز، آشتی دادن و در نوردیدن آنها را بر دوش دارند، مردان زیر فشار همیشه سرسخت، نترس و قدرتمند به نظر رسیدن که به همان اندازه دست نیافتنی است له می شوند. استعاره شبکه تار عنکبوتی را برای توصیف پدیده شرم زنان به کار بردیم. برای مردان استعاره متفاوتی است. وقتی مردان تجارب شرم خود را برای ما توصیف کردند، جعبه بسیار کوچکی در نظر ما مجسم شد که با انتظار همیشه سرسخت، پرصلابت، نیرومند، موفق، نترس، کنترل کننده و توانا به نظر رسیدن،
مهر و موم شده است. آنچه مسلم است، گفتگوهای مهمی درباره شرم و آسیب پذیری وجود دارد که باید بین زنان و مردان انجام شود. تربیت اجتماعی مردان به طور قطع مبنی بر پنهان کردن آسیب پذیری و ترس‌هایشان است، اما به نظر می رسد زنان در این نوع رفتار اجتماعی مردان نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. مردی به من گفت زنان ترجیح می دهند ما را روی اسب سفیدمان مرده ببینند، اما نبینند که از رویش افتاده ایم. این جمله گویای بسیاری از چیزهایی است که در مصاحبه با زنان و مردان شنیده‌ام، اما چیزی نیست که ما زنان واقعاً می‌خواهیم. وقتی مردان و زنان یکدیگر را دچار شرم می‌کنند و انتظارات جنسیتی دست نیافتنی را تقویت می‌کنند، صمیمیت قربانی می‌شود. اگر نتوانیم واقعی باشیم، نمی‌توانیم ارتباطی معنادار با یکدیگر داشته باشیم. رابطه ما از همدردی و ارتباط به ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی تبدیل می شود و هیچ یک از ما چنین چیزی را برای خود یا فرزندانش نمی خواهد. فرزند پروری و آموزش و پرورش بر محور شرم تاب آوری. شرم از خانه آغاز می شود. خوشبختانه شرم تاب آوری هم همینطور. به عنوان والدین ما این فرصت را داریم که فرزندانی شجاع، دارای احساس همدردی و مرتبط بار آوریم. باید ابزارهایی را برای فرزند پروری انتخاب کنیم که نیازی به استفاده از شرم ندارند. ما حتی می توانیم به فرزندانمان مهارت همدلی را آموزش دهیم، اما برای اینکه بتوانیم این مهارت‌ها را آموزش دهیم یا الگوی آنها باشیم، باید نقش شرم را در زندگی خود بشناسیم و شرم تاب آوری را در روابط خود تمرین کنیم. فرزند پروری میدانی مینگذاری شده است. ما در مقام والدین نه تنها خود ارزشمندیمان را در گروه ادراک دیگران از خودمان، بلکه در گروه ادراک دیگران از فرزندانمان میگذاریم و باید نه فقط به سیاهی هویت‌های ناخواسته خود، بلکه با سیاهی هویت‌های ناخواسته فرزندانمان که برایمان کاملا جدید است بجنگیم. ما نمی‌خواهیم خود پدر مادری بد ادراک شویم و نه می‌خواهیم بچه‌هایمان بد ادراک شوند. دشواری شرم تاب آوری در فرزند پروری دوچندان است، اما به سختیش می‌ارزد. وقتی در مقام پدر مادر شجاعت، همدلی و ارتباط را در بوته عمل می‌نشانیم، می‌توانیم به فرزندانمان کمک کنیم تا راه خود را در دنیایی که با پیچیدگی روزافزون همراه است پیدا کنند. ممکن است نتوانیم اتفاقاتی را که در مدرسه یا بین همشاگردی‌های مدرسه روی می‌دهد کنترل کنیم، اما وقتی شرم تاب آوری را به فرزندانمان آموزش می‌دهیم، کمک می‌کنیم شرم را بشناسند، به طور سازنده‌ای از آن عبور کنند و از تجربه‌هایشان درس بگیرند و رشد کنند. نکته بسیار مهم این است که پدر مادر می توانند الگوی ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی باشند و آنها را آموزش بدهند.
دقت کنید، گاهی فرزندان ما ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی را یاد می‌گیرند، چون ما در تربیت آنها از شرم استفاده می‌کنیم. یعنی به جای تمرکز بر رفتارهای آنها، بر کسی که هستند تمرکز می‌کنیم یا تحقیرشان می‌کنیم. ما آنها را با قطع ارتباط تهدید می‌کنیم یا آنها را جلوی دیگران کوچک می‌کنیم. حتی گاهی وقتی والدین فرزندانشان را دچار شرم نمی‌کنند، باز هم فرزندان به سادگی دچار احساس ترس، سرزنش و ارتباط گسیختگی می‌شوند، چون ما به آنها مهارت‌های شرم‌تاب‌آوری را آموزش نداده‌ایم. پس اگرچه آنها را دچار شرم نمی‌کنیم، اما آنها را نسبت به شرمی که معلمان، مربیان و همشاگردی‌ها ایجاد می‌کنند، آسیب پذیر رها کرده‌ایم. ما معلمان و مربیان را مجازا نمی‌کنیم. بیشتر آنها هم مثل همه ما در محدوده اطلاعاتی که دارند، همه تلاش خود را می‌کنند. آنها در حرفه خود با فرهنگ شرم دست به گریبانند. در حالی که بودجه آموزشی قطع می شود و تعداد دانش آموزان بیش از ظرفیت است، معلمان زیر فشار زیادی هستند که نمرات آزمون‌های استاندارد را بالا ببرند. دقت کنید، مربیانی که بر درس خواندن دانش آموزان فشار می آورند، سرزنش می شوند. مربیانی که بر تفریح و ورزش تاکید می کنند، نه بر برنده شدن، توسط والدینی که می خواهند بچه هایشان برنده باشند، سرزنش می شوند. ما در حالی که به مصاحبه با والدین، معلمان، مربیان و متخصصان رشد کودک ادامه می دهیم، امیدواریم بیشتر بیاموزیم که چه کاری می توانیم انجام دهیم تا روش‌های فرزند پروری خود را تغییر دهیم و بتوانیم فرهنگ ارتباطی قوی‌تری برای فرزندانمان به وجود آوریم. آنچه مسلم است، این کتاب در همان جایی به پایان باید برسد که آغاز شده است. ارتباط. ما برای ارتباط ساخته شده ایم. ارتباط در زیستشناسی ما وجود دارد. در کودکی برای زنده ماندن و در بزرگی از جنبه عاطفی، جسمی، معنوی و فکری به ارتباط نیازمندیم. ارتباط اهمیت دارد چون نیاز اساسی همه ما این است که احساس پذیرفته شدن کنیم و باور کنیم که تعلق داریم و ارزشمندی ما به دلیل کسی است که هستیم. ممکن است خوشبینانه به نظر برسد، اما ما می توانیم به سادگی و با انتخاب‌های متفاوت فرهنگ ارتباط را به وجود آوریم. و در آخر اینکه تغییر به قهرمان نیاز ندارد. تغییر زمانی آغاز می شود که ما شجاعت معمولی بورزیم. پایان کتاب زندگی تاب‌آوران.